ما در حال ورود به کمربند فوتونی هستیم و به دلایل باور نکردنی افراد زیادی در این بین از دنیا خواهند رفت. اگر میخوای بدونی اتفاقات عجیب و غریب کمربند فوتونی در قسمت اول از این ویدیو با من همراه باش. در آخر ویدیو به این سوال که چطور میتونیم از این دوران عجیب گذر کنیم و دوام بیاریم جواب میدم. از حدود چند هزار سال پیش تا الان ارتعاش زمین در حدود 7.83 هرتز بر پایه طنین شومان بود. طنین شومان بر پایه تلاقی حفره‌های درون زمین با لایه‌های جو زمین فرکانسی بر پایه هرتز تولید می‌کند که به این طنین شومان میگن. در حدود هزاران سال بود که طنین شومان در حدود 7.83 و در همین حدود مونده بود و بالا نمی رفت. ولی از سال 2012 و کمی قبل تر از آن طنین شومان دچار نوسان شد و فرکانس آن رو به افزایش رفت و دیگر به 7.83 هرتز برنگشته و الان در حدود 20 هرتز فرکانس زمین باقی مونده. این نوسانات در طنین شومان در سلامتی افراد تأثیرات مختلفی میذاره. در واقع اتفاقاتی که در حال رخ دادنه اینه که زمین ما در مسیری که در حال حرکته وارد فضای کمربند فوتونی میشه. حالا سوال اینه کمربند فوتونی چیه؟ زمین وارد فضایی میشه که نور سفید رنگ داره اما گرما نداره. فوتون ها در هوای اطراف ما حضور خواهند داشت اما فوتون در نور همیشه وجود داره. هر 12,000 سال زمین یه واکنش نشون میده و وارد فضایی میشیم که پر از فوتونه. چون به شکل کمربند و حلقه ماننده، وقتی که وارد این حلقه میشیم میگن وارد کمربند فوتونی شدیم. در اثر این اتفاق میگن که پروسه معراج کلید خورده، یعنی اتفاقات معنوی خاصی رخ میده که انسانها رو به معنویات میارند. آگاهی ها و الهامات خاص دریافت میکنند. احساساتشون تغییر میکنه، شیوه زندگیشون تغییر میکنه و در نهایت در آب و هوای زمین یک نور بدون حرارت دور ما رو احاطه میکنه. قبل از اینکه در بخش آخر جواب این سوال بدم که چطور ما میتونیم در این دوران دوام بیاریم، ازتون میخوام که اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما ما رو لایک کنید. انسان هایی که چاکراهاشون باز نباشه در فضایی که طنین شومان هرتز بالا میره زندگی برای این افراد غیر ممکن میشه. این افراد در اثر بیماری هایی از دنیا خواهند رفت، چرا که زمین در حال ترکاندن خودش هست و تنها کسانی میتونن در این سطح از زمین زندگی کنن که این فرکانس جدید تولید شده با هرتز بالاتر رو بتونن تحمل کنند و این مستلزم اینه که به پاکسازی چاکراهای خودمون بپردازیم و از درون خودسازی کنیم. در ویدیوی بعدی در قسمت دوم کمربند فوتونی در مورد تکنولوژی ها و صعود انسانی که دوام آورده و بسیاری از توانایی های عجیب و غریب انسانی در این دوران صحبت میکنیم. پس ویدیوی بعدی رو حتما ببین.